افلود کنید مثلا قبل اینکه بریم سراغ ویدیو رکاسا فهمش از بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب. اینا رو برمیداریم. اینا اصلا برای من توضیحی ندارن. خیلی خوب بذار ببینم چه اچیومنتی رو گرفتم. آیس باکت هنچی اینا ادوانس رو باید چند وقت پیش میگرفتم. خیلی خوب این از نظر پورتال. ببینم یه ویدیو چی داره. نه که چی نداره. هیچ اشکالی نداره. یه ذره میریم چوب بزنیم. خیلی خوب. ادوانس همزمان. خیلی خوب. اینم از این. اینم از این. چی بسازم؟ پیکت. اون تو ماین و مرز. آها استون آک. کنم انارال بگیرم تبای دیگه هم باز بشم نمیدونم. هاید لیمیت ادوانسمنت. الان چی میکنم من؟ وسایل سنگی دو تا ادوانس دیگه. شت نظر پورتال هم که بازی از در شده که من باید سپیدران کنم ولی نمی کنم. او بذارم هیبیلا رو جمع کنم. چرا هیبیلا این نگه بذارم بریکینگ هم اینا همشون نمیتونه بکنه. من طبیعت ماهی از نسیم جدید میگرفتم. چطوری؟ بله ببین یه دقیقه خیلی خوب کجا بودیم؟ 59 تا ایبه یو بفست چی شد 60 یه سک. خوبه غذا هم جور شد. غذا هم برای ترینگ هم جور شد. اینجا خیلی بگردم خورد. ببینم خب ببینم شما چی میدین؟ کجا بودیم؟ فرنس نواده به من شاید یه جا لازم شد یه اچیومنت هم داشت دورم. دایمن ادوانسمنت این ادوانسمنت و این ادوانسمنت. هولی شیت یا بفست چقدر ادوانسمنت گرفتیم. آقای دقیقا من بگیرم بخوابم صبح بشه. هر حال مدت تا صبح شد. ببینم دیگه چرا دوباره اومد اینجا خدا بدونه. خیلی خوب دیگه شما دوتا نمیخوام. اوه گولف بلاکا. بله گولف بلاک. پورتال کجاست؟ اونیاشش شما سریع برام ندر با پیگنین رو ترید کنم ولی نمیخوام فعلا برم. میدونی چرا؟
چون که شاید دیدی به چیز رفتم، نمیگم رازو بگم، شاید دیدی آتکان گاوداری رفت و دیگه نتونستم ادوانس بگیرم. من دیگه اینا آتش بگیرم. رنگ قدرتمنده. او دارارارا اوی بیا آبل پس. او 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 اوچ اوچ دارارارارارارا بده به من. او چه خبره؟ تا اینجا که میبینم بهتر یه زنم نون بزنیم. Tappen all I am just a face. خیلی خب مثل اینکه یه اچیومنت جدید گرفتم. Bake bread. بذار غذا بخورم دون بگیرم. خیلی خب یه ذره دیگه هم هیوه بزنیم. او طبعی نمیدونستم چقدر سریعه. حالا شاید قسمت قبلی رفتیم بعدی رفتیم نده. چی میگم من ناموسم. این آهنه یه سطل بسازم. این آخری هم بدن یه دونه شیلد میسازم. یه واتر باکت برای اینکه میخوام یه ادوانس جالب رو بگیرم. زیرم تو بخش ادوانس تور این استارت ترید تو هایت لیمیت رو که بعدا انجام میدم. کیو اند لیو کلیوز میگه باید تا هایت لیمیت بری اما باید تا بدراک بکنی. بعدش هم باید یه کلاچ بری باش. جالبه. حاضرم انجامش بدم. اما فعلا همین یه کلاچ عادیو برم. میگه چرا از 2 بلاک؟ چون که من تختم کمه. خیلی خوب. چند تا چوب چی میکنه؟ از خونه استوندار میخوام چوب بزنم. من 6 تا گلد بلاک هم میدم بهشون. خیلی خب این از چوبا. خب چند تا پلنک، چند تا استیک پیستون. خیلی خوب حالا دمه تبر و پیککس دایموندی. بعد یه شیلد. خیلی ببخشید. خیلی 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 خوب. تام برو بیرون. خیلی خوب. ببینم خیلی خوب. وقت گرفتن همون ادوانس هست که بهتون گفتم. فقط به کلی بلاک نیاز دارم که بهترین بلاک چیه؟ برگ درخت. بریم یه ذره برگ درخت بزنیم. قدری برگ زدم که حتی فکرشم نتونید بکنید. حالا باید تا بدراک ایدیشن بکنم برم پایین تا موقعم دوباره فعلا. ولی خب تا اینجا کندیم. وقتشه تا های نیوید بریم بالا. فکر کنم یه طولانی بشه. پس تا موقع دوباره فعلا. خیلی خوب رسیدیم به هاید لیمیت.
و الان بریم که ادوانس رو بگیریم. قبلش روز بازن دیگه. تا حالا اینجور کلاچ ها نرفتم. بریم برو. ادوانسون تو گرفتم. خیلی باحال بوده خدا. خیلی خب دیگه وقتش اینجا این ویدیو رو تموم کنیم. خیلی خب دمتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی و قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.